به نام خدا. مولوی رومی حکایت را آورده است در مثنوی خود درباره یک پادشاه یهودی که مردمش مسیحی می شوند و او خب از این اتفاق ناراحت بود و به کشتار و قلع و قمع مسیحیان می پرداخت. این کشتارها و فشارها و تعقیبهای او هیچ نتیجه نمی دادند. روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه و سال به سال بر تعداد مسیحیان افزوده می شد. حالا این پادشاه مانده بود که چیکار کند. یک وزیری داشت خیلی نیرنگ باز و حیله‌گر. وزیر به پادشاه گفت که من به شما یک پیشنهاد دارم. شما با این فشار و تعقیب و قلع و قمع‌هایتان به جای نخواهید رسید. اگر به پیشنهادی من گوش دهید امیدوارم به نتیجه برسید. گفت حالا بفرما پیشنهادت چیست؟ گفت که شما به صورت علنی مرا به مسیحی بودن متهم کنید، به گرایش به مسیحیت متهم کنید، سپس دست و گوشم را ببرید، بینیم را بشکافید و مردم این را بدانند و مرا برانید از درگاه، مثلا از دربار. پادشاه گفت که آخه این نتیجه میدهد؟ گفت بله نتیجه خواهد داد. شما این کار را انجام میدهید بعد خواهید دید. شاید زمان ببرد چند سال اما به مرادتان میرسید. پادشاه هم دقیقاً همین کار را کرد و جارچه هاش گفت که شما در اعلام کنید که وزیر دربار مسیحی شده است و ما گوش و بینیش را بریدیم. همین کار را کردند. بعد وقتی این اتفاق افتاد مسیحیان خوشحال شدند. خوشحال به این معنا که گفتند خب حالا وزیر مسیحی شده است، وزیری که داناست و دانشمند و تحصیل کرده مثلا. بعد این وقتی رانده شد از دربار حتی قریب بود او را به دار بیاویزند. خب آمد پیش مسیحیان. مسیحیان هم خیلی به او احترام میگذاشتند. 6 سال گذشت تا به تدریج این وزیر بین مسیحیان به عنوان یک رهبر و پیشوا و یک امام و این مطرح شود، یعنی خودش جا زد. تا زمان این وزیر تا این زمان این اتفاق بین مسیحیان هیچ اختلاف و درگیری و این تفریقه و اینها نبود. وقتی این آمد و تقریبا پیشوا و رهبر شد، مسیحیان را به 12 فرقه تقسیم کرد. به هر گروه توماری داده بود که این تومار متناقض و متضاد با اون تومار دیگری بود. در هر یک از این تومارها وصیت‌ها و نصیحت‌ها و پند و اندرس‌های حضرت مسیح نوشته شده بود که اینا فرق داشتند با هم. چند سال گذشت. یک روز پادشاه به صورت محرمانه پیام فرستاد به این وزیر که خب کی این برنامه تو نقشه تو اجرا خواهد شد. وزیر هم در پاسخ پیام فرستاد که همین به زودی خواهید دید. وقتی مسیحیان با هم متفرق شدند و پراکنده شدند و تقریبا با هم دشمن شدند، اما یک چی بود و آن این که همه اینها این وزیر را به عنوان رهبری معنوی خود می‌دانستند. یعنی هر فرقه خودش یک رهبر داشت، با هم این فرقه ها مشکل داشتند، اما همه این وزیری نیرنگ باز و حیله‌گر را به عنوان یک رهبر و پیشوا قبول داشتند. یک روز این وزیر آمد گفت که من باید روم گوشه‌نشینی کنم. از عالم غیب به من رسید که باید در یک به اصطلاح کوه روم و عزلت گزینم و مثلا برای ریاضت بپردازم. همین کار را کرد. مسیحیان هم از فراقش خیلی دلشون تنگ شد. چند بار به پیشش آمدن گفتن که خب برگردید جناب وزیر، به شما ما خیلی یعنی از فیض خدا و تعلیمات مسیح محروم ماندید، برگردید. وزیر هم هی اصرار میکرد که نه من باید بمانم و این به دستوری حضرت عیسی مسیح علیه السلام است. مثلا وقتی مرگش که فرا رسید دیگه این کاراش را کرد.
هر یک رهبری هر یک از این فرقه های 12 گانه را پیش خود دعوت کرد، خواند و آنها گفت که به صورت جداگانه که آنها هم نمیدانستند از هم دیگر، گفت که تو بعد از من جانشین و خلیفه من هستی. اگر دیدی هر کسی غیر از تو ادعا کرد که او جانشینی من است، او را بکش یا سرش را ببر یا زندانی کن. و 12 تا رهبر همین گونه حرف را زد. وقتی مرد، مسیحیان و جان هم افتیدند و دیگه متفرق شدند و پراکنده شدند و پادشاه هم به مرادش به اصطلاح رسید. این مولوی این داستان رو در مثنوی خود آورده است. حالا اینکه این برنامه این هفته را با نقل این داستان و حکایت مولوی شروع کردم، سببش این است که ما در طول تاریخ اگر نگاه کنیم میبینیم حاکم‌های خودکامه، حاکم‌های ستم پیشه و ظالم، حاکم‌هایی که نه به خدا باور دارند و نه به دین پایبند و نه به شریعت پایبند هستند، اینها وقتی با مردم رو دیندار میدیدند و وقتی میدیدند مردم میگفتند که دین میگوید تو ستمگری، دین میگوید تو نباید بر سر ما باشی، اینها می آمدند با دست دین و توسط چند تا عالم نما و ملا نماهای درباری دین را وارونه نشان میدادند به مردم، دین را محرف تحریف کرده نشان میدادند. این همیشه در طول تاریخ بوده است متاسفانه. ببینید چرا که اگر یک حاکم که خودش به دین پایبند نیست بیاد به مردم درباره دین گپ زند، خب مردم میگویند که حالا تو چی کسی هست که حالا دینی ما رو تو درباره دین بابا توصیه کنی دیگه. اما اگر وقتی با زبانی از زبان یک دانشمند و عالم نمای دینی حرفاش و مرادش رو به منظور برساند، چه بسا مردم گوش میکنن. ببینید این کفتن دین، ضربه زدن به دین با ابزار و تبر خود دین، این یکی از کارهایی است که شما در نزد هر حاکمی ستم پیشه و خودکامه خواهید دید. ببینید ما الان تقریبا 100 و چند سال است که در کشورهای اسلامی از همون مغرب مراکش بگیر تا اندونزی، حاکمهای این کشورها آدمهایی هستند که با دین مشکل دارند، اصلا پایبند به دین نیستند اکثریتشون. یکی دوتاش آدمای خوبند. خب مردم هم که دیندارند، مسلمانند، مردم هم که دینشان به آنها میگوید که حاکمی تو باید عادل باشد. اینها میدونید در این چند صد سال کارشان چی بود؟ در پیرامون خود، در اطراف خود چند تا عالم نماها را جمع کردند و از زبان اینها به مردم گفتند که مگر شما نمیگویید، مگر خدا نگفته است مثلا پادشاه سایه خداست، از این گپ‌های بی معنی. یا اینکه به مردم از زبان این با زبان این مفتی معابها به مردم هی میگفتند که به مردم بگویید که دین با سیاست سر و کار ندارد. ما 100 و چند سال است که کشورهای اسلامی مبتلا به همینند. من این مسئله را هم بگویم در داخل ناخنک که اینکه بعضی ها اشکال میگیرند ما اینقدر کشورهای اسلامی داریم، ما همه عقب افتاده هستند و گناه این را بر سر دین بار میکنند. خب این اشتباه هست. میدونید چرا؟ زمان این کشورها عقب افتادند و رو به عقب آوردند که درست با دین حاکماش مشکل داشت. ما قبل از این که خلافت عثمانی، امپراتوری عثمانی ساقط کند، ما کشورهای اسلامی و این امپراتوری عثمانی یک ابرقدرت بود، کشوری پیشرفته‌ای بود. از زمانی که این حاکمای خدا به خبر سر قدرت نشستند، دیگه کشورهای اسلامی هم از دین هم محروم شد و از دنیا هم رو به عقب آورد. این دیگه بحثش جداست، من در یک وقت دیگر مفصل در این باره بحث خواهم کرد. حالا بحث ما این بود که همیشه حاکم‌ها آمدن دین را با دست دین و با ابزار خود دین و از زبان خود دیندارا ضربه زدن به دین، برای ریشه دین. شما نگاه کنید همین در کشور خودمون بعد از همین استقلال
اندی سال است که میگویند که چی؟ اسلام با سیاست سر و کار ندارد، در اسلام تأسیس حزب درست نیست، خدا و قرآن و اسلام به حزب نیاز ندارد و از این همه گوشی همه پر شد با این حرفا. اما وقتی این را خودی حکومت داران میگن، مردم که گوش نمیکنن. خب تو کی هستی که حالا به ما درباره دینمون گویی؟ اینها هم آمدند و همین مراد خود را، همین منظور خود را از زبان دیندارا و مردم تلقین کردن را آموختند. همین من دیروز در آزادگان خوندم که یک وزیری، معاون وزیر اوقاف کویت آمده است و گفته است که چی در دین تأسیس حزب نیست. من حالا عین این را بخوانم از خبرگزاری آزادگان. گفته است که چی نامش هم عادل عبدالله الفلاح بوده است. گفته است که چی دین مبین اسلام این دینی بزرگ به یگان حزب و قانون، نظام نامه و آیین نامه و فتواهای بی اساس شخصان علاهیده نیاز ندارد. باز تکرار میکنم که دین بی نیاز است چون خداوند بی نیاز است. حالا این عجیب استدلال عجیب چه خود بی نیازی خدا چه ربطی به این دارد؟ حالا خب این کسانی که این برنامه را راه انداختن فکر میکنند که وقتی مردم میبینن این بسرش این عرب است و حالا هر عربی هم فکر میکنیم همه مسلمان پایبند است، بسرش چند برک دارد و وزیر اوقاف هم هست، معاونی وزیر اوقاف هم هست، تازه از اسلام میگوید و حرفاش درست است. اما خوشبختانه مردم امروز به این سادگی ها گول این حرفا رو نمیخورن. میدونید چرا؟ مردم که میبینند همین امثال همین فلاح ها مسلمان ها را در مصر مثلا حکومت اسلامی ها را اینها سرنگون کردند، به ارتشش پول دادن، همین کویت و عربستان و امارات و همینا پول دادند و اون هم ارتش هم آمد کودتا کرد، یک دولتی منتخب، حکومتی منتخب، رئیس جمهوری قانونی را سرنگون کردند و به زندان هم انداختند. جهان هم ساکت. همینها کردند. حالا تازه این آمده امروز با تاجیکستان و ما مسلمانان تاجیکستان دین می آموزدیم. گذشته از این آیا فکر میکنید این فلاح ملاح آیا در این ادعایش صادق است که در اسلام نیاز به حزب ندارد؟ اگر چنین باشد شما چرا در سوریه حزب‌ها و گروه‌ها و حرکت‌های اسلامی به نام اسلامی راه انداختید و کارشان شده کشت و کشتار؟ مگر همین شما راه نانداختید اینها را؟ همین دولتی کویت و عربستان و قطر و همینها اگر جایز نباشد چرا اونجا جایز شد؟ من در یک رسانه ترکی اخیراً خواندم در نشریه رادیکال، روزنامه رادیکال، درباره نقش دولت کویت در بحران سوریه اشاره کرده است و نوشته است، من حالا عین اون گزارش را بخوانم. میگوید هرچند قطر و عربستان سعودی بیش از دیگران به عنوان حامی گروه‌های شورشی سوریه‌ای شناخته شده اند، یک بازیگری دیگری خارجی نیز در این عرصه وجود دارد که کویت است. بعد در ادامه می نویسد این روزنامه رادیکال: مرکز جهانی وسطیت کویت که خود را به عنوان یک سازمان میانه‌رو و فعالیتش را در راستای مبارزه با افراطگرایی و تروریسم تعریف کرده است، نقش مهم در تأمین منابع مالی برای تروریست ها در سوریه داشته است. در ادامه میگوید پس از وقوع درگیری میان داعش، این یک گروه تروریستی است، دولت اسلامی عراق و شام، و جبهت النصره، کویتی ها حمایت خود را به سمت جبهت النصره معطوف کردند و گروه احرار الشام نیز به صورت کامل به کویت وابسته شد. احرار الشام توسط ابو خالد در استانبول پایه‌گذاری شده که قبلا فرستاده القاعده به سوریه بود. کویتی ها از عمر الشیشانی نیز حمایت میکنند. حالا این
دولتی که امروز آمده است برای ما اسلام را بیاموزد، برای ما بگوید که آیا در اسلام میتوان حزب تأسیس کرد یا نیست. اصلا شما چی کسانی هستید که این حق را به خودتان میدهید؟ من این نکته را بگم. ببینید ما دولت، حالا هر حکومت، این حکومت هست یا حکومت دیگر، حالا در تاجیکستان، اینکه با دیگر کشورها روابط داشته باشد، باید داشته باشد. این خیلی خوب است. روابط اقتصادی، روابط فرهنگی، خب خیلی خوب است. اما دخالت نه دیگر. شما چه ربطی دارد در تاجیکستان احزاب اسلامی باشند یا نباشند که آمدید از طریق صدا و سیما اینجا امر و نهی میکنید ما را؟ روابط باید باشد، خوب است، اما دخالت نه. یعنی من این حقیقت را عرض کنم، یعنی ورای این حرف های امثال این جناب فلاح را که اینها نه از سر دلسوزی به اسلام این حرف ها را میزنن، نه از سر این که طرف آگاه است با اسلام که آیا در اسلام تأسیس حزب درست است یا نیست. نه، اینها ریشه در همون منافعش دارد. در موقع کنونی حاضر اینها خب با تاجیکستان ارتباطشان خوب است، خب بعد این حرف ها را میزنند. اما اگر فردا خدای نکرده مشکلی پیش بیاد و ارتباطش با تاجیکستان با یک مشکلی مواجه شود، میدانید اینها میتوانند همین کاری که در سوریه کردند، قبلا در افغانستان راه انداختند، در اینجا هم راه اندازند. منابع مواد خامش هم ماشاءالله در تاجیکستان هست. گروه های افراطی را راه می اندازند و به اهداف خود در دست اینها اهداف خود را تأمین می کنند. اینها هم همچنین موجوداتی هستند. باید هوشیار بود. در آخر باز هم در پایان این برنامه تکرار میکنم که ما دینمان را، اینکه آیا در اسلام تأسیس حزب درست است یا نیست، را از قرآن و سنت می آموزیم، نه از زبان معاون وزیر اوقاف کویت. سلامت باشید.